مهمترین سایزی که باید آدم بدونه سایز دهنشه. قضاوت در مورد دیگرون انتقاد نیست، توهینه. هر کار یا حرفی که آخرش بگی شوخی کردم شوخی نیست، حمله به شخصیت اون فرده. بازی کردن با احساسات مردم زرنگی نیست، هرزگیه. خراب کردن یه نفر تو جمع جوک نیست، کمبوده. به راهی که اکثر مردم میرن بیشتر شک کن، اغلب مردم فقط تقلید میکنن. انگشت نما بودن بهتر از احمق بودنه. یاد بگیریم که قضاوت نکنیم. هر کسی که خوشگل و خوشتیپه هرزه نیست، هر کسی که ریش داره مؤمن نیست، هر کی که چادر میذاره مریم مقدس نیست، هر کی خوش زبونه چاپلوس نیست، هر کی میخنده بیغم نیست، هر کی آرایش میکنه فاحشه نیست، هر کی زیاد کار میکنه حمال نیست، هر کی دوچرخه سوار فقیر نیست، هر کی آدمه انسان نیست. اونایی که بن سوار میشن همشون حروم خور و بیرحم نیستن. کسی که درس نمیخونه خنگ نیست، کسی که سکوت میکنه لال نیست. پس زود قضاوت نکن. مغز کوچیک و دهان بزرگ میل ترکیبی فوق‌العاده‌ای دارن. کلماتی که از دهان ما بیرون میان ویترین فروشگاه شعور ماست. وای بر جمعی کلب را بی تأمل وا میکنن. کم داشتن و زیاد گفتن مثل نداشتن و زیاد خرج کردنه. نذاریم زبان ما از افکارمون جلو بزنه. حواسمون باشه با زبون میشه مسخره کرد، میشه ایراد گرفت، میشه تعریف کرد، میشه دل شکست، میشه دلداری داد، میشه آبرو برد، میشه آبرو خرید، میشه جدایی انداخت، میشه آتش زد و میشه آتش رو خاموش کرد. امیدوارم زندگیتون سرشار از آرامش و شادی باشه. یا حق.